این بچه رو از این به بعد ممکنه تو ویدیوها ببینید، حواستون رو پرت نکنه، این پسر منه. توی این ویدیو میخوایم 2 تا آهنگ خیلی خیلی معروف اما به شدت آسون رو با هم دیگه بزنیم. انقدر آسونه که وقتی آخر ویدیو دیدی داری 2 تا آهنگ رو کامل میزنی خودت باورت نمیشه. هم با تار هم با ستار به صورت همزمان میخوایم 2 تا آهنگ رو بهت یاد بدم. پس بزن بریم. درود، من رضام، اینجا کانال یوتیوب منه. این آموزش از صفر تار و ستار جلسه دوم از ترم سوم. جلسه اول ترم سوم همون آموزش ریتم 6-8 بود که لازم بود ریتم 6-8 رو بدونیم و یاد بگیریم، چون که رسیدیم توی کتاب تار و ترانه به صفحه 12. میخوایم آهنگ شماره 10 و 11 رو بزنیم با هم دیگه، یعنی آهنگ آذربایجانی کوچلره که هممون دیگه میشناسیم این ملودی رو، و عزیز جون که یه ملودی مازندرانی تقریبا اینم هممون میشناسیم طبیعتا. با تار و ستار همزمان میخوام بهت بگم که چطوری میتونیم تیکه به تیکه و خیلی ساده بزنیم. این 2 تا ترانه رو انتخاب کردم و ترانه دیگر رو قاطی نکردم که هر جفتشون توی یه مود باشن، توی فضا باشن، توی بیات اصفهان. یعنی چی بیات اصفهان؟ یعنی کوک سازمون مثل همیشه دو سول دو با تیونر کوک میکنیم از جلسه اول. اگه ندیدی برو توی پلیلیست آموزش تار ستار از صفر از جلسه اول شروع کن به دیدن، بیا تا اینجا. می بمول شده، ر خودشه، دو نوت تونیک و اصلی مونه و سی هم بکاره. توی چند تا درس گذشته‌ای که داشتیم از توی همین کتاب تار و ترانه تو پوزیشن شور سول بودیم. می بمول بود اما سی هم بمول بود، لا هم کرون بود. اون آهنگ کردی و اینا رو که زدیم توی همچین فضایی بود. اما حالا اولا که لا هم کرونه اینجا ولی استفاده نمیشه توی این 2 تا آهنگی که امروز میخوایم کار بکنیم، نداریمش کلا. خیالت راحت باشه. سی رو به کار میزنیم این قدیم، ولی می رو به مول میزنیم. بچه بریم میگیم آواز بیات اصفهان. بریم آهنگ کوچلره رو بزنیم. دیگه راجع به ریتمش بحث نمی کنم. اگر یک ذره احساس میکنی برات گنگه این ریتمی که داری نگاش میکنی الان، حتما برو درس جلسه قبلی رو ببین، آموزش ریتم 6-8. با یه سکوت سیاه شروع میشه، موتیف به موتیف برات میخونم. انگشت اولت روی ر، انگشت دومت روی می بمول، انگشت سومت روی فا. بزن بم فا می ر می، همین بم فا می ر می. حالا بزن فا فا ر می، فا فا ر می. پس کات میخوره، ستار میاد تو دستم. بچه های ستار خوب دقت کنن. بم فا می ر می، فا فا ر می. علامت تکرار 2 میزان رو میبینی؟ این چیزی که زدیم 2 تا میزان بود و این 2 میزان باید یه بار دیگه تکرار شه. پس 2 بار میگیم فا می ر می، فا فا ر می، فا می ر می، فا فا ر می. بعد از اینکه 2 بار زدی ادامهش میشه بم می ر دو ر می می دو ر، می ر دو ر می می دو ر و ر دو سی دو ر سی دو. این چقدر روان و ساده است. بم ر دو سی دو ر سی دو، بم می ر دو ر می می دو ر
ره دو سی دو ره سی دو. سی رو هم با انگشت دوم هم با انگشت سوم میتونیم بگیریم. یه بار حالا کاملش رو از اول تا آخر با ستار بعد با تار برات میزنم. کلا 6 میزنه، خیلی ساده است، خیلی کوتاهه. ببین فا می ره می فا فا ره می فا می ره می فا فا ره می با می ره دو ره می دو ره دو سی دو ره سی دو. حالا میخوام بریم سراغ آهنگ دوم که آهنگ مازندرانیه به اسم عزیز جون. اینم مطمئنم که 100% شنیدیش. فقط قبلش ازت خواهش میکنم این ویدیو رو اگر لایک نکردی تا الان وقتشه که لایک بکنیم. حالا یه بار برات میذارم، فقط گوشش کن، با فضاش آشنا شو، بعد تیکه به تیکه میریم هم با تار هم با ستار با هم دیگه میزنیمش. ببین خیلی آسونه، اصلا اینجوری بهش نگاه نکن. الان تیکه تیکه که رفتیم زدیم میفهمی که چقدر آسونه. بزن دو دو می می ره دو. چنگ سیاه نقطه دار. دو ره دو سی دو می می دو ره دو سی دو. ببین دو ره دو سی دو. یه بار میزنی فقط میگی می می، بعدش دوباره میگی دو ره دو سی دو. تمام دیگه می نداره. اینجا توی میزان چهارمش یه الگوی جدیدی داریم که توی اون صفحه قبلی که ریتم 6 8 رو تو ویدیو قبلی کار کردیم نبود. ببین این شبیه به اینه که ما 3 تا سیاه داریم، هر کدوم از سیاه ها دو واحدن دیگه. میگیم دو می می، یه دونه سیاه، یه دونه چنگ با یه سکوت چنگه که مجموع میشه یه سیاه، دوباره با یه سیاه دیگه. دو می می دو می می. اوکی؟ حالا با ستاره بار برات میزنم. دو دو می می ره دو. دو ره دو سی دو می می دو ره دو سی دو. دو دو می می ره دو. دو ره دو سی دو می می دو ره دو سی دو. توی جمله دوم، توی بخش دوم با انگشت اولت میگه حالا می بمول رو بگیر. میگه که می می سول سول فا می. یه پرش کوچولو میتونی انجام بدی، حتما لزومی نداره وقتی که با انگشت اول توی پوزیشنی هستی که قرار می بمول رو بزنی، با انگشت سوم سول رو بزنی، حتما می بمول رو نگه داری چون که اصلا نمیرسه، خیلی پوزیشن بلندیه. پس می می سول، با انگشت سوم میری رو سول با خیال راحت و پا میشی از روی می، بعدش سول فا می. می می سول سول فا می. تو ستار هم همینجوریه، نه که تار به خاطر اینکه یه خورده بزرگتر و پرداش از هم دیگه فاصله بیشتری دارن ما این کارو میکنیم. تو ستار هم همین اتفاق میفته دقیقا. بعدش میگه می فا می ره می سول سول. می فا می ره می سول سول. و می فا می ره می سکوت ادامه شد.
یه بار گفت می فا می ره می سل سل، یه بار گفت می فا می ره می سکوت. پس این کلا میشه جمله دوم ما که می می سل سل فا می می فا می ره می سل سل می فا می ره می. دوست دارم که اینجوری بزنیش. خب بعد از این جمله اول تکرار میشه و انتهاش نوشته فاین، یعنی وقتی که جمله اول رو دوباره تکرار میکنی اون شکلی تمام میشه قطعه. دو دو می می ره دو دو ره دو سی دو می می دو ره دو سی دو. دیدی اصلا چیز سختی نبود. بذار یه بار با تار هم برات کاملش از اول تا آخر بزنم. فقط اینم دوباره شعر مازندرانی داره، چون من احساس میکنم که لهجه مازندرانی مو خیلی دوست ندارین که بشنوین، یا مثلا لهجه آذری ما. شعر اینا رو نخوندم. حالا کسی که علاقه‌منده خودش دوست داره میتونه یعنی شعر اینا رو باش بخونه. مهم اینه که ملودیشو یاد بگیری، بتونی بزنی با تار و ستار. بعد شعرش اگه دوست داشتی میتونی روش سوار کنی و باش بخونی. پس یه بار از اول تا آخر کامل برات اجرا میکنم. Sure.